باراک اوباما در سخنرانی‌اش در اکادمی نظامی وست پوینت شهر نیویورک تصمیمش را درباره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان اعلام کرد. اوباما در حالی که بر تقویت نیروهای امنیتی افغان و نابسازی القاعده تاکید می‌کرد، پذیرفت که با آغاز نبرد در عراق توجه آمریکا به افغانستان کمتر شد. وی میگوید که نبرد در عراق در سال 2003 بخش بزرگ از سربازان، منابع، توجه و دیپلماسی آمریکا را به سوی خود کشانید. در نتیجه اوضاع در عراق بهبود یافت، اما اوضاع در افغانستان بدتر شد. وی می‌افزاید که نبرد در عراق با هزینه ینگوف در حال پایان یافتن است و در حال حاضر توجهی بیشتر بر افغانستان متمرکز شده است. ما نباید به القاعده پناهگاه امن بدهیم. ما باید طالبان را ضعیف بسازیم تا نتوانند قدرت را دوباره در افغانستان به دست گیرند. ما باید ظرفیت نیروهای امنیتی افغان را افزایش دهیم تا بتوانند مسئولیت‌هایشان را برای آینده افغانستان به پیش ببرند. اوباما میگوید که ایالات متحده امریکا میخواهد تا خشونت‌های چندین ساله را در افغانستان پایان ببخشد و امریکا هیچ علاقه‌ای برای اشغال افغانستان ندارد. 30,000 سرباز دیگری را که من امشب اعلام می کنم در 6 ماه اول سال 2010 میلادی با سرعت ممکن به افغانستان فرستاده خواهند شد تا شورشیان را هدف قرار بدهند و امنیت را در محلات مسکونی تأمین نمایند. این نیروها توانایی‌های ما را در کار آموزش نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌دهند و نیز با آنان یکجا کار خواهند کرد تا نیروهای افغان در این نبرد نقش چشمگیری داشته باشند. رئیس جمهور اوباما علت تصمیم فرستادن سربازان بیشتر را به افغانستان روبرو بودن ایالات متحده امریکا با خطرات جدی در افغانستان و پاکستان می‌داند. با حیث فرمانده کل من تصمیم گرفتم که برای حفظ منافع ملی خودمان 30,000 سرباز اضافی به افغانستان بفرستیم. پس از 18 ماه سربازان ما برگشت به خانه‌هایشان را آغاز خواهند کرد. ما به این سربازان نیاز داریم تا بتوانیم برای انتقال قدرت به افغان‌ها ظرفیت سازی کنیم. آقای اوباما تأکید می‌کند که ایالات متحده امریکا از حکومت افغانستان انتظار دارد تا کسانی را که در فساد اداری دست دارند و یا برای بهبود کشورشان کار نمی‌کنند وادار به حسابدهی سازد. روزهای دادن چک سفید به پایان رسیده است. سخنرانی رئیس جمهور کرزی در مراسم تحلیف پیام درستی را درباره حرکت در یک مسیر تازه برای ما رساند. پس از این ما به کسانی که کمک می‌کنیم روشن خواهیم ساخت که ما از آنان چی می‌خواهیم. ما از وزیران، والیان و رهبران محلی که در برابر فساد اداری مبارزه می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم. ما می‌خواهیم که عناصر آلوده به فساد باید جوابگو باشند. اوباما از متحدانش خواهان همکاری در این مأموریت شد و گفت که اکنون وقت آن رسیده است که دست به دست هم داده و این نبرد را پیروزمندانه به پایان برسانند. نیروهای بیشتر زمینه را برای ما مساعد خواهند ساخت تا مسئولیت را هرچی زودتر به نیروهای افغان بسپاریم و همان گونه که در عراق عمل کردیم تا ماه جولای سال 2011 میلادی بیرون کردن سربازان خودمان را از افغانستان آغاز کنیم. البته با در نظر داشت شرایط عینی در افغانستان ما این انتقال را با مسئولیت عملی خواهیم کرد. ما راهنمایی‌ها و کمک‌های خودمان را به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهیم داد تا پیروزی آنان را در دراز مدت تضمین کنیم، ولی این به حکومت افغانستان و مهمتر از همه به خود افغان‌ها روشن خواهد شد که سرانجام آنان خودشان مسئول امور مملکت خود خواهند بود. رئیس جمهور اوباما با این باور است که افغانستان هنوز از دست نرفته، اما در سالهای اخیر به قهر رفته است. اوباما بر بنیاد گفته‌های جنرال مک‌کریستال میگوید که اوضاع در افغانستان خرابتر از آن است که ایالات متحده امریکا انتظار داشت. در همین حال اوباما وجود پناهگاه‌های هراس افغانان را در خاک پاکستان غیر قابل تحمل می‌خواند.